خب بله، ما الان داریم صفحه شما رو. صدای شما رو البته. خب بسیار در خدمتتون هستم. مرسی، خیلی ممنون از شما که دعوت کردیم و با عرض معذرت از همگی. من امروز میخواستم در مورد یکی از مقالاتی که پارسال یعنی پارسال میلادی شروع کرده بودیم و پابلیش و برای کنفرانس فرستاده بودیم صحبت بکنم. در مورد افیشنسی مدل های ریکارنت نیورال نتورک هاست، ولی در مقایسه با حالا اینکه ترانسفورمر ها و چه خوبی ها چه بدی هایی داره. قبل از اون من چون یه تاکی هم برای دانشجوهایی توی یکی از دانشگاه‌های کانادا داشتم و در مورد کار و مسائل مرتبط بود، میخواستم یه مقدار در مورد اون صحبت بکنم. من خودم در لیسانس و فوق لیسانسمو دانشگاه تهران بودم و بعد دکترامو در سایمون فریزر یونیورسیتی گرفتم توی کانادا، شهر ونکوور هم الان زندگی میکنم. من توی دوره فوق لیسانسم تحقیقاتم بیشتر در زمینه رباتیک و ایمیتیشن لرنینگ بود، ولی وقتی که دوره دکترام شروع کردم استادم بیشتر در زمینه کامپیوتر ویژن کار میکرد و به خاطر همین من با کامپیوتر ویژن شروع کردم. اون زمان هنوز نیورال نتورک ها یعنی دیپ لرنینگ خیلی محبوب نبود و اون زمان آخرای موقعی بودش که لیتنت SVM ساپورت وکتور ماشین هایی که استراکچر بودن یا لیتنت بودن محبوب بودن. بعدش که بعد از فارغ التحصیلی 3 سال توی اوراکل لابز بودم و روی اینتروژن دیتکشن کار میکردم، ولی بیشتر آن سوپروایزد دیپ لرنینگ استفاده میکردیم و الان 6 سال هستش که توی RBC بوریالیس کار میکنم که یه AI ریسرچ لب هست، حالا بیشتر در مورد مسائل فایننس و اینها، ولی ما ریسرچ مستقل هم انجام میدیم. حالا اینجا لزوما دیگه در مورد حالا نه رباتیکه نه در مورد کامپیوتر ویژنه، ولی یادگیری ماشین به صورت کلی در حالا اپلیکیشن های فایننس یا اقتصادی استفاده میشه. حالا چرا اینا رو گفتم؟ بیشتر در مورد نمیخواستم به خاطر معرفی خودم باشه، در این مورده که اگر آدم میخواد یعنی توی حوزه یادگیری ماشین یا AI و کلا شاید تو حوزه‌های دیگه هم اینطوری باشه، آدم هی مجبوره که تاپیک رو سویچ بکنه، یعنی اون چیزی که شما براش درس خوندین یا فارغ التحصیل شدین لزوما اون چیزی نیستش که آخر در کار انجام میدین، یا حتی توی یک کار یا توی سر یک وقتی وارد بازار کار میشید توی شغل خاص مجبور میشید که تاپیک ها رو تغییر بدید. من بعضی موقع ببخشید که یه مقدار کند صحبت میکنم بخاطر اینکه میخوام خیلی کلمات فارسی استفاده کنم، بعد دنبال کلمه میگردم. یکی از چیزایی که من این عکس رو توی یکی از این PhD کامیکس ها دیده بودم و خیلی جالب بود. حالا این در مورد دوره PhD میگه، ولی خیلی وقتا تو زندگی واقعی هم این اتفاق میفته. حالا بعضی از کسایی که دوره دکتراشون رو شروع میکنن یا مثلا مستر رو شروع میکنن و میخوان دکترا ادامه بدن، اول خیلی امبیشسن، خیلی جاه طلبن، مثلا میگن من میخوام موفق شم، بهترین مثلا مقاله ها رو بدم. حالا این خیلی که اغراق‌گونه است که جایزه نوبل رو برم، ولی حالا در طول زمان ممکنه با یه واقعیتی روبرو بشی که مثلا همین که فارغ التحصیل بشم یه کاری پیدا کنم کافیه. حالا تو حالتهای مثلا شوخی هم هستش که حالا میگه که الان مثلا یه ایونتی که رفتم حالا پیتزاش خوب باشه تو مثلا دانشگاه، ولی این برای بعضیا اتفاق میفته. حالا لزوما هم به خاطر این نیستش که یه مقدارش به خاطر اون سختی دوره PhD هستش که اگر خوب پیش نره آدم ها ممکن ناامید بشن، چون وقتی آدم مثلا در دوره لیسانس هستش درسای متفاوت میذارنه و هر ترم مثلا 3-4 ماه و یک هدف کوتاه مدتی داره که میتونه برای اون تلاش بکنه، ولی توی PhD ممکنه یه هدف 4 سال 5 ساله طول بکشه و این
خیلی آدم رو فرسوده ممکنه بکنه، به خصوص اگه خیلی موفقیت آمیز پیش نره، علاوه اینکه دوپامینی که به مغز میرسه، چون اگه یه مدتی آدم از یه کار ریوارد نگیره ممکنه دچار سرخوردگی بشه، به خاطر همین ممکنه این پایین بیاد. ولی خیلی هم آدم نباید ناامید باشه، بدونه که این طبیعیه و برای خیلی ها این ممکنه اتفاق بیفته. حالا توی زندگی هم ممکنه اینطوری باشه. حالا نه این در مورد زندگی خود من بوده، اینکه مثلا جابی که یا کاری که من ایدئالم بوده در طول زمان تغییر کرده. مثلا من خیلی بچه بودم، حالا ما تحت تاثیر اون تربیتی که توی ایران داشتیم خیلی می‌خواستم مثلا یه دانشمندی خیلی معروفی بشم. بعد در دوره لیسانس هم مثلا می‌خواستم استاد دانشگاه بشم. وقتی که آخر پی اچ دی بود ذهنم میچرخید، ولی مطمئن بودم که نمیخوام استاد دانشگاه بشم، چون خیلی با اینکه من به نظر خودم آدم آکادمیکی هم نسبت تا اینکه آدم اینداستری باشم، ولی اون فرسودگی که پی اچ دی میاره، از من پی اچ دیم 4 ساله بود و نسبتا مثلا مقاله‌های خوبی داشتم، ولی میخواستم از اون حالت آکادمیک جدا بشم. یکی از گزینه‌هام این بودش که مثلا استاد دانشگاه بشم، ولی مثلا به اینکه اینداستری و استارتاپ و حالا مثلا ریسرچر باشم هم فکر می‌کردم. استارتاپ هم من داشتم با یکی دو تا از دوستان، ولی واقعا کاری که باید آدم از مسیرش لذت ببره و اگر همش به دنبال اون پول آخرش باشین، آدم ممکنه خیلی زمان بره و در طول اون زمانی که نیازه برای استارتاپ آدم فوکس بکنه ممکنه به اون نتیجه نرسه. بخاطر همین ممکنه خیلی آدم خاص خودش رو میخواد و همیشه هم خوبه که یه ترکیبی از یه آدم حالا تکنیکال و علمی باشه، ولی حتما باید یه آدمی هم باشه که خیلی توانایی فروختن داشته باشه، یعنی اون توانایی مارکتینگ و خوب فروختن محصول و خوب ارائه کردن رو داشته باشه. اگه این ترکیب نباشه و فقط تکنیکال باشن ممکن موفقیت آمیز نباشه. الان من که وارد AI شدم، این حالا یه بخشش خب تلاش خودم بعد از کار بود، ولی یه بخشش هم شانس بوده. من در یکی از رایت تایم، در یک زمان و مکان خیلی مناسبی فارغ التحصیل شدم که هایپ دیپ لرنینگ و اینها بود و توی این سالها این تجربه رو من داشتم و دوستای مشابهی هم دارم که تو آمریکا و جای دیگه اینو دارن که ما چون مثلا سهام شرکت‌های تک خیلی بالا رفتن اینها، ما خیلی زود به اون چیزی رسیدیم که شاید دیگران توی مثلا 30 سال رسیده بودن و این یه خوبی هایی داره، ولی باعث میشه که یه سری دیگه از انگیزه ها رو از دست میدی و یه چیز دیگه‌ای برات جالب میشه. یعنی مثلا من الان واقعا دیگه کار ایدئالم نیستش که توی مثلا صنعت کامپیوتر و اینها باشم. مثلا بعد موقع فکر کردم کافی شاپ داشته باشم یا مثلا روانشناسی باشم یا معلمی بکنم. استاد دانشگاهی رو بیشتر به خاطر اون مثلا معلمیش نه که حالا لزوما اون بچه آکادمیک و مقاله دادن و اینها، و یا مثلا پزشک باشم. این رو مثلا در چند سال اخیر خیلی بهش بیشتر فکر کردم و حالا دلیلش رو میخوام توی اسلاید بعد توضیح بدم که چه اتفاقی میفته که آدم ممکنه به اینجا برسن. این یه مفهومی هستش توی ژاپن به نام ایکیگای. مثلا اگه مثل اینکه معنی خود ژاپنیش میشه a reason for being، مثلا اون نیچر اصلی این که من چرا باید مثلا زندگی بکنم و اینها، و ترکیب ایکیگای یا اون کار ایدئال و اون پشنی که باعث میشه شما ادامه بدین به زندگی اینه که اون کار این 4 تا چیز رو برای شما داشته باشه. اینکه شما اون رو دوست داشته باشین، توش خوب باشین، جهان به اون نیاز داشته باشه و حالا درآمدی هم از اون داشته باشه.
اون اگه ترکیب همه اینها باشه اون ایکیگای رو برای آدم میسازه. توی کار من اون چیزی که مثلا خیلی کمتره اینه که لزوما لحاظ احساسی و لحاظ احساسی من کلمه درستی نیستش، لحاظ اون وجهه انسان دوستانش خیلی کمکی به آدم ها نمیکنه. من با خیلی از دوستان در مورد این 4 تا صحبت کردم و خیلی بعیده که شما کاری پیدا بکنید که این 4 تا رو با هم داشته باشه. من فکر میکنم تو کاری که مرتبط با هلث کیر باشه، پزشکی و اینها، شاید اینکه این 4 تا با هم اتفاق بیفته بیشتر باشه. حالا این رو چون من به اینجور مباحثم علاقه داشتم، یه بار این رو در یه سایتی هستش به نام پی اسکیل، مثل گلاسدور و ایندید هستش که مثلا درآمد شغل‌های مختلف رو جمع آوری میکنه در طول سالها و تقریبا 2 سال پیش بود که این استادی رو انجام داد و نتایجش رو منتشر کرد. این اگه بخوام این استادی رو نتایجش توضیح بدم اینه که محور اکس اینه که اون کسایی که ازشون از مشاغل مختلف، از دارندگان مشاغل مختلف هم پرسیدن که چقدر احساس معنا توی کارشون دارن و از اون طرف هم که خب درآمدشون هم داشتن. کلا این شرکت درآمد اکثر حرفه ها رو داره و میبینید که اینجا خب مثلا نقاط مختلفی نشون داده شده. اونی که اون تاپه یعنی هم درآمد بالایی دارن و هم معناداری بالایی دارن، مثلا مربوط میشه به healthcare practitioners که همون که گفتم مثلا حالا شاید پزشکان و متخصصان و اینها. و جالبیش اینه که این سبزی که اینجا میبینی این دقیقاً کامپیوتر و رشته مرتبط با اونه، با اینکه های علاوه سالری و اینکام علاوه درآمد بالا هستش ولی لزوما معنای خیلی بالایی نداره برای، یعنی احساس ساتیسفکشن یا معنی برای اون دارندگان نداره. حالا من اینو یه بار دیگه هم داشتم برای یکی از استادای توی ایران تعریف می‌کردم. من حالا لزوما اینو تو خارج از ایران ندیدم ولی اون چون میگفتش که این های مثلا معناداری چجوری تعریف کردن و مثل اینکه سلف ریپورت بوده، یعنی خود اون دارندگان اون حرفه ریپورت میکنن. بعد اون استاد توی ایران به من میگفتش که این پزشکاشون ایگو خیلی بالایی هم دارن، شاید خودشون فکر میکنن خیلی کار با من نمیکنن ولی از بیرون هم خب به نظر میسید کار معناداری دارن انجام میدن. این کسی چیزی میخواست اضافه کنه؟ یکی از بچه‌ها گفتن که امکان این که این اسلایدها رو به اشتراک بذارید با ما، حالا احتمالا برای بعد از جلسه وجود داره. آره مرسی. اگه بچه‌ها نکاتی دارن میتونن بگن حتما در مورد مباحثی که میشنویم. بفرمایید. بعد این تا اینجا بیشتر در مورد حالا خودم بود ولی اینجا بعد رو من برای اونایی که حالا سالهای اول ریسرچ و ورود به دانشگاهشون یا سالهای اول گریجویت استادیزشون رو میخوان تحقیقاتو بکنن یکی 2 تا اسلاید داشتن. این آقای اندرو اینگ یه یوتیوب ویدئویی داره، من خیلی پیشنهاد می‌کنم که همه ببینن که تایتلش هم در مورد کریر ادوایسه و هم در مورد کار در زمینه ای آی صحبت میکنه، همین که چجوری ریسرچ بکنیم، چجوری مقاله ها رو بخونیم. یه خلاصه ای هم این آقا تهیه کرده، حالا من لینکش رو اینجا دارم، بعد از اینکه شیر کردم میتونید از اونجا هم ببینید. ولی ایشون هم حالا شاید با فضای خارج از ایران دارن صحبت میکنن. من میدونم که ایران خیلی پیچیده است و کار پیدا کردن، ولی ایشون هم اگه میخواستن که در مورد این که وقتی که دیگر مثلا کسایی که هایر میکنن، کسایی که دنبال کاندیدا برای کار میگردن، معمولا به 2 تا چیز تو رزومه شما نگاه میکنن. یه دونه اینه که چه مهارت هایی رو در زمینه ماشین لرنینگ پیدا کردین و اینکه چه پروژه های
تاثیرگذار و مهمی رو داشتیم. حالا این رو من یه مقدار بعداً صحبت میکنم، ولی ولی خود شما میخواید یک کاری رو پیدا بکنید، ایشون اعتقاد داشتن که خیلی روی اون برند اون توجه نکنید، ولی ببینید که چقدر اون تیمی که شما دارین بهشون ملحق میشین اونجا آدمای قوی هستن و دارن کار مهم و معناداری انجام میدن. اینجا معنادار لزوما اون معنایی که من در اصطلاح قوی داشتم به معنی اینه که کاری که داره آخر به یک نتیجه واقعی میرسه، نه اینکه کاری باشه که صرفا تئوری باشه یا کاری باشه که آینده و در پروداکت خاص، در محصول خاصی دیده نمیشه. اینجا من در مورد این ML skills ایشون یعنی مهارت‌های ماشین لرنینگ که داشتن توضیح میدادن و اینو من بارها توی کار خودم دیدم که کسایی خیلی موفقن که در زمینه AI تو تمام زمینه‌های دانش نسبی داشته باشن، یعنی ممکن دپسش کم باشه ولی در همه زمینه‌های AI هم یه تجربه کوچیک و هم که مثلا اطلاعات دارن، ولی در یک زمینه حداقل باید خیلی عمیق شده باشن. این اگر توی یک زمینه عمیق نشده باشیم باز هم باعث میشه که خیلی شما آدم مهمی تو اون شرکت نباشید. حالا برای اینکه این آدم به این عمق برسه باید مثلا پروژه عملی انجام داده باشه، باید کارآموزی انجام داده باشه، چیزی که خیلیشون رویش تاکید داشتن و این واقعا مهم. مثلا اگر آدم اوپن سورس کانتریبیوشن داشته باشه، مثلا توی گیت هاب پروژه های مهمی مثلا کانتریبیوت کرده باشه یا خودش اوپن سورس کانتریبیوشن های خوبی داشته باشه که توی گیت هاب خودش به صورت اوپن گذاشته باشه، این تاثیر داره هم در اینکه عمق اون فرد زیاد بشه و همین که وجهه این که این فرد عمق زیادی داره مشخص بشه، یعنی دیگران بتونن متوجه بشه. ولی حالا این قسمت این که چیزای شلو و اینکه آدم جنرال نالج داشته باشه هم میتونه با خوندن مقاله ها به دست بیاد، هم با حالا درس گذروندن یا اینکه مثلا الان که خیلی بلاگ و اینها می‌نویسن، همون رو هم خیلی میتونه برای یاد گرفتن مباحث به صورت کلی مناسب باشه. ولی اینجا این مدل، این شکلی که می‌بینی شبیه تی هست. خب این میگه که تو همین زمینه‌ها یه مقدار اطلاعات داشته باشه و توی یک زمینه خاص عمیق بشه. ولی این شکل‌های دیگه هم برای این گفتم، مثلا این تی از اینکه من فقط اسپشیالیست توی زمینه باشم میریم به تی شیپ و بعد پای شیپ، حالا توی 2 تا باشم و این هم اینه که میگن کام شیپ، شبیه یک شونه باشم، مثلا تو چندین زمینه اسپشیالیست باشم. این خوب هست ولی واقعیتش اینه که در یک زمان نباید آدم سعی بکنه توی همه زمینه‌ها اسپشیالیست باشه. ممکن مثلا توی بازه 10 ساله آدم سعی بکنه که حالا تو زمینه‌های مختلفی ورود بکنه و اسپشیالیست بشه. حالا خوبیه این علاوه بر این که اون فرد توانایی‌های بالایی داره اینه که واقعا دیده شده که حتی توی کسایی که مثلا نوبل میارن و اینها، اینه که این اسلو موشن مالتی تاسکینگ، یه تتاکی هم هست به این معنا، یعنی که مالتی تاسک هست ولی نه اینکه توی یک زمان، بلکه مثلا توی زمان طولانی مدت. این باعث میشه که شما مثلا هم توی لوکال مینیمومی گیر نکنید وقتی دارید ریسرچ میکنید و هم که وقتی از یه ریسرچ میرید به یه ریسرچ دیگه شما یه نگاهی رو از اینجا میبرید به اینجا که کسایی که همیشه توی این حوزه بودن ممکن نداشتن و شما یک دفعه یه جرقه‌ای میزنه و یه کار جدیدی میکنید که ممکنه خیلی تاثیرگذار باشه. این خیلی جالب بود، اینجوری بهش نگاه نکرده بودم که این تکامله واقعا بهتره این شکلی باشه. ممنون. اینجا تا اینجا قسمتایی بود که خیلی عمومی بودش و در مورد کار تکنیکال من نبود و من از اینجا بعد میخوام وارد اون قسمت مقاله اصلی بشم. ولی تا اینجا اگر سوالی یا کامنتی هستش من در خدمت.
ممنون. حالا اگه بچه‌ها موردی دارن که بگن حتما از تجربیات دکتر استفاده کنیم. فکر کنم با توجه به تجربه‌ای که تجربه علاقه‌مندی که دارین احتمالاً یه جلسه در این مورد هم میتونیم در خدمتتون باشیم. پرسش پاسخ آزاد. پس من اگر سوالی نیستش ادامه میدم. بله بفرمایید. البته یه نفر پرسیدن که خانم ماریزت به نظرتون در کار چند درصد وقتمون رو با صرف آموزش کنیم؟ احتمالاً به کارم بستگی داره، ولی خب بفرمایید. من به نظر من نمیدونم که چند درصد لازم باشه، ولی مثلا من اگه بخوام بگم هم رول آف سام فکر میکنم مثلا 20% و اینها خوب باشه. ولی من خودم اینجوریه که هم خیلی در طول هفته مقاله میخونم، ولی هیچ وقت دیتیل نمیخونم. یعنی مثلا شما فقط دیتیل لازمه اون چیزایی که واقعا میخوای استفاده بکنی و ایمپلیمنت بکنی رو دیتیل بخونی، ولی اینکه در مورد مباحث مختلف مثلا ابسترکتشون بخونی یا بلاگ‌های مختلف رو بخونید مثلا بهتره. من خیلی توصیه میکنم که این یوتیوب ویدیوها رو ببینید، چون اینجا در مورد این که چه مقاله هم بخونیم و اینها صحبت میکنه و خیلی هم آموزنده. ببخشید من چون کامنت ها نمیدونم، هر موقع اگر کسی چیزی نوشت بله حتما. آره حتما من اینجا اطلاع میدم خدمتتون. الان فعلا موردی نیست، باز اگه موردی هست بچه‌ها حتما میتونن راحت باشن و بپرسن، ولی فکر کنم موردی نیست، میتونید شروع کنید. بعد این مقاله یا ریسرچ که ما انجام دادیم ترکیبی از کار شرکت ما بوده و میلا در دانشگاه در مونترال که ما با آقای یاشیو ونجو کار میکردیم. ایشون اگه یکی از کسایی بودن که جایزه تورینگ رو چند سال پیش بردن. خیلی ولی اسم تایتل کچی داشت و حالا ما یه سری به مشکل خوردیم که به خاطر این تایتل، ولی این بیشتر سوالی هستش نه اینکه بگه که و از اون مقاله ترانسفورمر که اولین مقاله ترانسفورمر بودش که attention is all you need. حالا این سوالی هستش که the RNA is all you need. به خاطر این هم هستش که RNA ها قبل از ترانسفورمر بودن و بعدش ترانسفورمر ها. اگر بخوام یه مقدار در مورد این تاریخچه قضیه بگم، خب این ریکارد نیورال نتورک ها از دهه 90 میلادی بودن، ولی و حتی تا 2017 خیلی پاپولار بودن و بعد از اومدن دیپ لرنینگ هم دوباره حتی یک هایپ زیادی براشون وجود داشت. مثلا همین لنگویج مدل هایی که الان وجود داره رو خب قبلا با سیکونس به صورت سیکونس تو سیکونس و با ریکارد نیورال نتورک ها درست میکنن، ولی الان همشون ترانسفورمر بیس هستن. مشکلی که اینا دارن یک برای ترینینگ اینا میدونیم که توی نیورال نتورک ها ما بک پروپاگیشن داریم. توی ریکارد نیورال نتورک ها بک پروپاگیشن رو تایم داریم BPTT، یعنی اینکه علاوه بر اینکه بک پروپاگیشن از او میاد به اینپوت، از آوتپوت باید به تمام به تایم هم برگرده و به مثلا هیدن استیت اولیه و اینپوت اولیه هم برگرده. یکی دیگه هم هستش که دوباره وقتی هم که میخوام فوروارد پس بکنن این عملیات انجام دادن رو توی LSTM و GRU که نوعی از ریکارد نیورال نتورک ها هستن به صورت سیکوئنشال انجام میدن. اینو اول حساب میکنم بعد میرن به این بعد میرن مثل اون مدل های ترانسفورمر یا خود حتی فید فوروارد نیورال نتورک هستش که پرالل اینها جلو بره. بعدش از سال 2017 که ترانسفورمر اومدن تقریبا این تمام اینها رو ریپلیس کردن و دلیلش این بودش که به خاطر اینکه پرالل کامپیوتیشن به خصوص در زمان ترینینگ داشتن
خیلی توی زمینه ترینینگ خیلی فست، خیلی سریع بودن. ولی مشکل اصلیشون اینه که در زمان اینفرنس یا وقتی که میخوایم فوروارد پس رو انجام بدیم، وقتی میخوایم که از اینپوت بریم به آوتپوت، اینجا کوادراتیک کامپیوتیشن وجود داره. یعنی اینکه هر چقدر که سیکونس طولش زیادتر بشه، این به صورت کوادراتیکلی کامپیوتیشن های ما افزایش پیدا میکنه و هم نه تنها کامپیوتیشنه بلکه مموری هم هست. یعنی دیگه مموری هیچ کارش نمیشه که مگر اینکه یه سری تریک های دیگه انجام بدیم که اون وقت یه اپراکسیمیشن هایی برای ترانسفورمر وجود میاد. و مشکل اصلی این کوادراتیکه، چون از یه حدی بیشتر مثلا به صورت n اسکوئر داره زیاد میشه دیگه، اون به مشکل مموری میخوره، به خصوص دیگه بخواد تو جی پی هم باشه دیگه اون محدودیت ها بیشتر. حالا این مادرن بعد از این ترانسفورمر ها در یکی چند سال اخیر دوباره یه هایپی شده که یه سری ما سیکوئنشال مدلایی بدیم که اینها هم پارالل میتونیم اپتیمایزشون بکنیم، ولی از اون ور اینفرنسشون ممکنه سیکوئنشال باشه. مثلا احتمالا خیلی در مورد یعنی لینیر کامپیوتیشن دارم و مموری نسبورد هم نمیخوام. مثلا مامبا رو شاید خیلی شنیده باشه، چون بعد از اینکه مامبا معرفی شد خیلی هایپ زیادی داشت و خیلی مورد توجه قرار گرفت. یه دونه دیگرش هم حالا مثلا مدل‌های S4 و S6 هستن، RWKB هستش و اصلا اینا یه هایپ جدیدی برای ترین سیکوئنشال مدل‌های جدید به وجود آورده. حالا ما تو این کار می‌خواستیم یک ورژن‌های جدیدی از LSTM و GRU پیشنهاد بدیم که هم اینها در زمان ترینینگ به صورت پرالل میتونن ترین بشن و همین که پرفورمنس خوبی داشته باشن و اسکیلبل هم باشن. ایده اصلی اینه که ما نمیخوام دیگه اون بک پروپاگیشن ثرو تایم رو انجام بدیم و اون که به خاطر این بود که خیلی زمان برد. حالا برای اینکه این کار رو بکنیم من اینجا یه ایده پارالل اسکن رو توضیح میدم. پارالل اسکن یک کامپیوتیشنال تول خیلی خوبی هستش که توی این کارها میشه ازش استفاده کرد. ما وقتی که مثلا توی همین LSTM یا GRU رو عمل فوروارد رو انجام میدیم، ما از هیدن استیتی شروع میکنیم و هی اینپوت هم میگیریم و هی اوتپوت جنریت میکنیم. حالا من اینجا رو به صورت بزرگ شده نشون میدم. مثلا شما فرض کنید که این اینپوت منه و یه هیدن استیتی هستش، حالا میاد با اینپوت جدید یه هیدن استیت جدید درست میکنم، بعد با اینپوت قبلی داره اضافه میشه و این انجام میشه. همینطور که اینجا میبینید این لینیر تایم نیاز داره و خیلی سیکوئنشاله. خب ولی از نوع این شکلی هستش که یه ذره ضرب در هیدن استیت قبلی میشه، به اضافه یه اینپوت جدیدی میشه و این هیدن استیت جدید رو برام به وجود میاد. برای اینجور کارها میشه اینا رو با پارالل اسکن حلش کرد. یعنی این پارالل اسکن علاوه تعداد کامپیوتیشن حتی یه مقدار تعداد کامپیوتیشن بیشتری از این انجام میده، ولی چون بعضی از کارها به صورت پارالل انجام میده، میبینید که مثلا ما اول میایم این دوتا رو میکنیم، بعد این دوتا هم دوباره دارن به صورت پارالل همزمان که این داره انجام میشه، این هم داره انجام میشه، این هم داره انجام میشه، این هم داره انجام میشه. بعدش دوباره به صورت هایرارکیکال اینها با هم ترکیب میشه. این باعث میشه که دپث این کار زیاد بشه، دپث این کار بخشی کم بشه و بشه از نوع لوگاریتمی و این باعث میشه که درسته که تعداد کامپیوتیشن بیشتر انجام شد ولی در زمان کمتری انجام میشه. این پارالل اسکن توی علاوه زمان به ما افیشنسی میده. ولی مشکلش اینه که حتما باید این رابطه به این شکل باشه، یعنی یه چیزی ضرب در هیدن استیت قبلی بشه به اضافه یه چیز جدیدی بشه. حالا ما بریم ببینیم که اون ریکارنت نیورال نتورک های ترادیشنال مثل LSTM و GRU چه مشکلی داشتن که نمیشه از پارالل اسکن استفاده کرد. من اینجا در مورد LSTM و GRU خیلی کوتاه توضیح میدم.
اگر به این نگاه کنید شاید خیلی گیج کننده باشه، ولی من وقتی که از روی فرمولیشن هاشون توضیح میدم خیلی اونقدر پیچیده نیسته. اینکه چه اتفاقی داره میفته. من توی LSTM 2 تا اینپوت، یه دونه اینپوت اصلیه و 2 تا هیدن استیت یا استیت قبلی هستن. ما اینو بهش میگیم مثلا هیدن استیت قبلی، اینو سل استیت، و حالا هدف اینه که یه سل استیت جدید تولید بشه و یه هیدن استیت جدید. برای این کار مثلا اینجا میبینید که ما یه دونه اینپوت گیت داریم، یه دونه فورگت گیت که این فورگت گیت ضرب در اون سل استیت قبلی میشه به اضافه اینپوت گیت ضرب در اون یه تبدیلی از سل استیت قبلی و اینپوت جدید و این سل استیت جدید رو هم یعنی اون هر عمل ریکارنت یا ریکرژن اینجا اتفاق میفته و اینجاست که گره به وجود میاد. حالا چرا این نوع نمیشد با پارالیس انجام داد؟ چون این فورگت گیتی که میبینید خودش به هیدن استیت قبلی بستگی داره. همینطور اینجا هم این تی که اینجا میبینید خودش دوباره به هیدن استیت قبلی نیاز داشته. مگه یه لحظه برگردیم به استیت قبلی، ما میخوایم یه همچین فرمی داشته باشه، یعنی نباید این میتونه اینجا هیدن استیت قبلی باشه ولی آیتی یا بیتی نباید باشه. بخاطر همین که توی اون LSTM اینجا مشکل وجود داشت که ما نمیتونستیم این رو به صورت ریکارنت انجام بدیم. حالا GRU یه سیمپلیفاید ورژنی از این LSTM هست که اومدن این فورگت گیت و اینپوت گیت رو با هم ترکیب کردن. حالا اسمش رو گذاشتن آپدیت گیت که میبینید مثلا اینجا زیتی رو داریم و حالا این زیتی ضرب در هیدن استیت قبلی میشه و بعد یه دوری عملیات دیگه داریم که ضرب در این هیدن استیت آپدیت شده از قبلی میشه. اینو بهش میگیم مثلا کاندیدیت هیدن استیت و میبینید که یه ترکیبی از اینپوت جدید و هیدن استیت قبلی. برای اینجا میبینید که باز ما اون مشکل رو داریم که این خودش به هیدن استیت قبلی نیاز داره، خود اینجا ما با یه چیزی داریم که به هیدن استیت قبلی نیاز داشته. دوباره این مشکل به وجود میاد که از نوع آیتی ضرب در HTML های به اضافه BAT نیست. به خاطر مجبور بودن که این عملیات رو هم در مرحله فوروارد هم در مرحله بکوارد به صورت سیکوئنشال انجام بدن که خیلی زمان برد. حالا کاری که توی این مقاله ما انجام دادیم یه مدل مینیمالی از این GRU رو معرفی کردیم که اگر من این GRU اصلی رو اینجا داشته باشم، گفتم مشکلش اینجا چی بودش؟ این بودش که مثلا این گیتی که من داشتم خودش به هیدن استیت قبلی بستگی داشت. همینطور این HT که اینجا داشتم خودش به هیدن استیت قبلی اینجا نیاز داشت. این RT هم که مثلا ریست گیت بهش میگن خودش هم به این HT قبلی نیاز. حالا برای اینکه ما این رو به اون فرمت آیتی ضرب در HTML های BAT تبدیلش کنیم، ما میایم اینو ساده میکنیم که HTML هایی که ازش برمیاد فقط به اینپوت بستگی داشته باشه و بعدش خود این هیدن استیت قبلی رو هم دوباره چون قراره که اینجا استفاده بشه این دیپندنسی رو به هیدن استیت قبلی برمیداریم. بخاطر فقط میشه یه تبدیلی از اینپوت و حالا این دوتا دیگه استفاده میشه توی ریکرژن و چون این ریکرژن از نوع آیتی ضرب در HTML های به اضافه BAT هست، این رو میشه با پارالل اسکن انجام داد که خیلی سریع‌تره و گرادین گرفتنش هم دوباره به صورت پارالل اتفاق میفته و سریع است. این رو ما اسمش رو گذاشتیم مین GRU که در ورژن مینیمال شده GRU هست. در مورد LSTM دوباره همین کار رو انجام بدیم که ما این باید هیدن استیت دیپندنسی ها رو از گیت ها برداریم. اینجا میبینید که دوباره این مثلا من فورگت گیت رو داشتم و اینپوت گیت و اینا به هیدن استیت قبلی نیاز داشتم. من اینجا میام توی این سمت راستی میبینید که من نمیدونم که شما کرسر من رو میبینید؟
بله بله. وقتی که میرم توی اینجا دیگه به هیدن استیت های قبلی بستگی نداره، یعنی با اون ساده سازی که ما کردیم و همینطور دیگه ما دیگه این اصلا سل استیت رو هم برداشتیم و به جاش یه دونه هیدن استیت داریم که بازم من یه ترکیب خطی از اینپوت هست و بعد دوباره اینجا یه ریکرژن اتفاق میفته. ولی میبینید که اینجا هم forget gate و هم input gate فقط به اینپوت الان بسیار برای اینکه دوباره از فرم آیتی و در HTML های به اضافه DAT مساوی HTML و به خاطر این کار، به خاطر همین دلیل ما میتونیم اینو به صورت پارالل انجام بدیم با اون پارالل اسکمی که توضیح دادم. یک چیز دیگه هم که ما اضافه کردیم اینجا FT و این forget gate و input gate رو هم نورمالایز میکنیم برای اینکه لنس به اون طول سیکونس دیگه ایندیپندنت بشه. اگه نورمالایز نکنیم وقت طول سیکونس هم تاثیر داره در این کامپیوتیشن. بخشید کسی میخواستش؟ من خودم یه سوالی برام پیش اومده، اونم این هست که این مثلا توی LSTM حالا فرقی نداره، حتی توی GRU ما داریم forget gate و update gate رو مستقل میکنیم از هیدن استیت قبلی و فقط به ورودی به اون توکنه وابسته است و یه جوری کانتکست اور بودنش رو انگار داره از دست میده. درسته برداشت من؟ چون ما از این HTML هایی داریم، یعنی در تئوری داریم کانتکست رو داریم، یعنی این HTML هایی چون همش از H0 اومده تا HT وجود داره، ولی اینکه یه لیمیتیشن هایی به وجود میاره که من آخرش براتون توضیح میدم. ولی تا اینجا جواب شما داده شد؟ بله بله بله. شما میگین به صورت نهفته هست به اون HTML و شاید که از H0 شروع میشه بعد دوباره H1 میده، دوباره H1 میاد اینجا و خود H1 توش H0 داره، وقتی من H2 رو حساب میکنم دوباره این وجود داره. بله درست. این حالا ساده سازی بود که ما انجام دادیم و این کار باعث میشه که یک مثلا اسپیداپ خیلی زیادی، سرعت خیلی زیادی در مقایسه با GRU و LSTM وجود داره. اینجا مثلا ما زمانی که برای GRU صرف میشه تا یه عملیات سیکونس مثلا با لنس های مختلف رو انجام بدم تقسیم بر زمانی که با مین GRU مثلا انجام میشه، یا وقتی که با LSTM انجام میشه تقسیم بر زمانی که با مین LSTM انجام میشه نشون داده. مثلا میبینید که واقعا به صورت لینیری اسپیداپ داره اتفاق میفته و مثلا وقتی ما یه سیکونس 4000 تایی داریم 1600 برابر این کار سریع میشه. یه علاوه پرفورمنس ما اومدیم با چند تا از این مدل‌هایی که جدیداً ارائه شدن برای در چند سال اخیر مقایسه کردیم. مثلا اینجا مامبا رو می‌بینیم، اسپور رو می‌بینیم، استیت اسپیس های اینا مدل های استیت اسپیس هم مثل اون مسائلی که توی مثلا کنترل یا سیگنال پروسسینگ داشتیم که از نوع استیت اسپیس های یعنی فرمولیشنشون شبیه اونه که توی سیگنال و کنترل خطی وجود داره. ما اینجا میبینیم که با این مین جی آی و مین LSTM بعضی از این مدل ها اگر مثلا استیت اسپیس هاشون از نوع 4 و 6 نباشه، اینا ورژن مختلف استیت اسپیس میبینیم که اصلا نمیتونن مسئله رو حل کنن. اینجا این مسئله ما کپی، یه مسئله هست بخش ما از اول میگفتم مسئله کپی هست که برای اینه که این مسئله برای این تعریف شده که ببینن که چقدر یک مدل میتونه خوب حفظ بکنه اون اینفورمیشن که بهش داده شده. اینجوری که یک سیکونسی ساخته میشه که یه سری حالا توکن های پشت سر هم میاد، بعد از یه جایی این تمام میشه، بعد اون توکن ها دوباره تکرار میشن ولی از آخر به اول. خب برای اینکه یه مدلی بتونه این رو اکورسی بالایی داشته باشه باید تمام توکن ها رو حفظ، یعنی تمام توکن ها رو بتونه بهشون توی اون هیدن استیتش نگه داشته باشه که بتونه آخرین توکن رو پیش بینی بکنه. بخاطر اینکه آخرین توکن معادل با اولین توکنی که
تو اون سیکونس بوده. بخاطر یکی از این بنچمارک هایی که برای اینکه ببینن که یه مدلی که برای سیکونس مدلینگ میدن چقدر میتونه هیدن استیتش قوی باشه. و همینطور که میبینیم بعضی از این مثلا اصلا نمیتونن، بعضی از این مدل نمیتونن این مسئله رو حل بکنن، ولی این مدل هایی که حالا استیت اسپیس جدیدی هستن همینطور مدل ما میتونن حل بکنن و حالا اکورسی ما شبیه اکورسی که مانبا به دست میاره. توی این عکس هم ما میخواستیم یه مقایسه از این ترینینگ و تست کانورجنس نشون بدیم. این خدچین ها در برای هر استپ ترینینگ دارن نشون میدن که لاس چقدر بوده. خدچین ها مثلا قرمز برای ترانسفورمر هست، نارنجی برای مین LSTM و سبز برای مین GRU هستش. بخش آبی برای GRU هستش و سبز برای مانبا هست. میبینید که خب مثلا اینها خیلی سریعتر دارن ترین میشن، ولی خب از یه جای به بعد هم اینجوری هستش که دیگه تست اکورسی زیاد نمیشه. یعنی ما اگه ارلی استاپینگ بکنیم اینجا استاپ میکنیم، ولی تو این نقطه ها استاپ میکنیم، ولی در مورد مثلا ترانسفورمر یه جایی مثلا اینجاها باید استاپ بشه تا اون بهترین پرفورمنس رو به دست بیاره. حالا این خیلی درسته که بنچمارک دیتا ست یه بنچمارک خوبی برای سیکونس مدل ها بود، تسک کپی کردن که گفتم، ولی دو تا بنچمارک اصلی برای مدل های سیکونشال ارائه شدن اخیراً، یعنی در یک دو سال اخیر. یه دونه از لانگ رنج ارینا که مثلا سعی می‌کنید سیکونس لنس های خیلی سیکونس با تول های خیلی زیاد رو به عنوان دیتا ست معرفی کنید که روی اینها مدل های مختلف رو تست بکنن. یعنی هدفش اینه که بتونه ببینه که این مدل ها میتونن لانگ رنج دیپندنسی ها رو یاد بگیرن یا نه. و یه سری هم یه دیتا ست دیگه هم که معرفی شد چامسکی هایرارکی هستش که این چامسکی ها که میزان سختی یک مسئله رو تونسته توی دیتا ست های مختلف نشون بده. همونطور که گفتم برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم، بعضی از مسائل سیکونشال اصلا واقعا نمیشه با مدلایی که ما الان داریم به خوبی حلشون کرد. حالا توضیح میدم تو اسلاید بعدی. مثلا اینجا لاما منظور ترانسفورمره، ولی و منظورش اینجوری نیست، اون منظورش این لنگویج مدل لاما لزوما نیست، این ترانسفورمری که با استراکچر لاما ترین شده. مثلا ما برای مسائلی مثل مجاریتی کانت میبینیم که اصلا نمیتونه این مسئله رو حل بکنه، خودن پرفورمنس خیلی خیلی پایینی داره. حتی مدل دیگه هم که من اینجا نشون دادم نمیتونن، چون درجه سختی این خیلی بالاست. مجاریتی کانت اینه که خود مدل از روی سیکونس بفهمه کدوم توکن بیشتر مجاریتی رو داره و اون رو کانتش رو به عنوان آوتپوت بده. خب این مسئله رو مثلا تمام این مدل های سیکوئنشالی که ما داریم نمیتونن حل بکنن. حالا ولی تو خیلی از مسائل میبینید که مثلا XLSTM خیلی موفقه. مدل ما هم حالا توی بعضی از مسائل تقریبا کامپریبل هستش با XLSTM. XLSTM در سال 2024 معرفی شد و تو نوریکس پارسال یعنی دسامبر 2024 یکی از مقاله های اورال یعنی اسپاتلایت های نوریکس 2024 بودش. این که اگه کسی میخواد در زمینه سیکوئنشال مدلینگ کار بکنه حتما توصیه میکنم مقاله XLSTM رو بخونه. ولی خیلی جالبه که مثلا میبینه که مانبا و ترانسفورمر لزوما توی خیلی هم مسائل خوب کار نمیکنن. حالا ما میخوام توضیح بدم که چه اتفاقی میفته. چامسکی هایرارکی که اینجا نشون دادیم، اینجا توی این هایرارکی اومدن مسائل مختلفی رو معرفی کردن. مثلا اسمای مختلفشون، مثلا رگولار تست داریم
و توی نان رگولار تسک‌ها یه سری کانتکست فری اند، کانتکست سنسیتیو یا مثلا نوعای مختلفی و دیدن که این ریکارنت نیورال نتورک ها، ترانسفورمر ها، اینها فقط روی مسائل رگولار میتونن علاوه تئوری یا علاوه تئوری فقط روی مسائل رگولار میتونه اون مسئله رو حل بکنه. مسئله رگولار مسئله‌ایه که علاوه تئوریش یه پیچیده است، ولی اینه که با یک فاینایت استیت اتوماتا میتونه حل بشه. خب فقط مسائلی که با یک فاینایت استیت اتوماتا میتونن حل بشن، اینکه مدل‌های سیکونشیالی که مثلا چه ریکارنت نیورال نتورک چه ترانسفورمر ها میتونن حلشون بکنن. حالا دیدن که LSTM ها کانترینگ رو هم خیلی خوب میتونن انجام بدن، ولی اکثر مدل‌های دیگه چه RNN چه مدل ما چه مامبا برای مسائل نان رگولار خیلی علاوه تئوری خیلی خوب جواب نمیده. حالا شما پس شاید بگین که چرا مثلا پس ترانسفورمر روی مثلا چت جی پی تی هم خب یه ترانسفورمری داره که روی لنگویج مدل‌ها ترین شده و خوب جواب میده. اینه که رو مسائل دیگه فقط میتونن اپراکسیمیشنی از اون مسئله رو حل بکنن، یعنی بخاطر همین ممکنه دقیق نباشه، اون مسئله بسیار کامل نمیتونن حل بکنن. یه دونش اینه که دلیل یه دونش اپراکسیمیشنه، یه دونه دیگهش اینه که اینه که ما مثلا مسائل ریاضی پیچیده رو شما هیچ وقت مثلا LLM ها نپرسید. اگر مثلا جمع ساده رو بپرسید میتونه، ولی مثلا ضرب رو اگر از یه عدد بزرگتر باشه نمیتونه واقعا مثلا از یه LLM بپرسید، مگر اینکه خودش دوباره یه ایجنتی داشته باشه که اون عمل کامپیوتیشن رو انجام بده. به خاطر این بعضی از عملیاتی که شاید برای ما ساده به نظر میاد LLM ها اونقدر نمیتونن. همونطور که گفتم مثلا اینکه مسائل معروف هم majority count که نه ترانسفورمر ها نه مدل های ریکارنت نمیتونن اون رو حل کنن. حالا چرا من اینو اینجا دارم میگم؟ چون اسم تایتل مقاله ما اون بودش که Where RNA is all we need. واقعیش اینه نه RNA تمام چیزی هست ایمانه نه ترانسفورمر ها. یعنی ما اگر میخوایم باید بریم توی یه ریکارنت نیورال نتورک هایی رو طراحی بکنیم که یه مموری کنارشون باشه که اینفینیت اسپیس اینفینیت گنجایش داشته باشه، مثلا نامحدود گنجایش داشته باشه. حالا این XLSTM مثلا سعی میکنه یه مقدار به اون نزدیک بشه، نه اینکه اینفینیت داشته باشه، ولی اگه بخوایم مثلا سعی میکنه که بعضی از این مشکلات رو حل بکنه، ولی بازم نمیتونه اینفینیت رو داشته باشه، بخاطر همین نمیتونه همه مسائل رو حل بکنه. یه مشکل یک هایرارکی دیگه هستش، با دوباره این توی تئوری کامپیوتر ساینس هست. یه سری از مسائل هستن از جنس TC0 هن، یه سریشون نان کامیوتیتیو یه همچون چیزی هستن، NC هستن. اگر به اون تعریف کامپیوتر ساینسیشون اگر بذاریم کنار، این یه سری مسائل هستن که اینهرنتلی مثلا استیت ترکینگ توشون مهم نیست. مثلا مثلا چه میدونم بازی کردن شطرنج یه مسئله‌ای که واقعا باید ترک بکن تمام این استیت هایی که اتفاق افتاده. خب و یا مثلا توی کد به خصوص اون جاهایی که هست شما یه وریبل دارین، این رو سواب میکنید با یه وریبل، یعنی میذارید توی تمپی و دوباره اون تمپ رو میرید بگید، اینجا باید استیت ترکینگ اتفاق بیفته و این اینهرنتلی مسئله استیت ترکینگ نیاز داره. توی این مسائل اونایی که اینهرنتلی استیت ترکینگ نیاز دارن، هم استیت اسپیس مدل‌هایی مثل مامبا و هم مادرن RNNی که ما معرفی کردیم، یعنی مین GRU و مین LSTM، این مسائل نمیتونن حل بکنن. به خاطر دلیلش به خاطر چیه؟ به خاطر اونجایی بود که ما اون هیدن استیت دیپندنسی ها رو از گیت ها برداشتیم. خب یعنی اون همون کار اون تیکه که ما انجام دادیم باعث شدش که اینجا به مشکل بخوریم که این دیگه نمیتونه مسئله که واقعا
استیت ترکینگ به صورت اینهرنتلی نیاز دارن رو حل بکنن. ولی تو عمل این رو شما خیلی وقتا نمیبینید، چون اپراکسیمیتلی سعی میکنه این رو حل بکنه و هر چقدر تعداد لایه هاش بیشتر باشه این مسئله با اپراکسیمیشن خیلی خیلی بهتر میتونه انجام بده. بخاطر همین هستش که ما این رو توی خیلی مسائل واقعی نمیبینیم، ولی در علاوه تئوری ما اونجا که اون هیدن استیت دیپندنسی ها رو برداشتیم به این مشکل میخوریم که دیگه علاوه تئوری نمیتونه این مسائل رو حل بکنه. این پرزنتیشن من در مورد این مقاله بود. حالا میتونیم هم در مورد این مقاله صحبت بکنیم، هم به صورت کلی در مورد. بله ممنون. من خودم یه سوالی داشتم در مورد این نکته آخری که گفتید، یعنی در واقع جاهایی که حالا مثل همون بازی شطرنج خیلی مهمه وضعیت استیت های پشت سر هم، اونجاها معماری هایی مثل خیلی نمیتونه موفقیت آمیز باشه، معماری مثل ترانسفورمر. بله، هر چیزی که پاراللایزبله، هر چیزی که قابل موازی شدن هستش و دیگه اونا برای استیت ترکینگ خوب نیستن. دقیقا این اسم مقالش گفته The Illusion of State in State Space Model. ما چون ولی اینو نمیبینیم فکر میکنیم که این کار رو میکنه ولی واقعیتش نمیتونه بکنه. تو مامبا که یه استیت اسپیس مدل، ترانسفورمرها و RNN هایی که ما معرفی کردیم نه، ولی توی GRU LSTM اصلی چون اون هیدن استیت دیپندنسی ها وجود داره میتونن مثلا حل کنن، ولی مشکلشون دیگه اون وقت پارالل نمیشن. یعنی ما هر وقت این توی مقاله خیلی میخوایم اینو چیز بکنیم که وقتی شما پارالل میکنید این به عنوان با یه هزینه میاد که اون هزینهش اینه که اون استیت ترکینگ رو از دست میده. بله درسته. یکی از بچه‌ها پرسیدن که آقای میلاد گفتن این روش شما برای دادای صوتی و تصویری هم میتونه مفید باشه. فکر کنم با این توضیح که شما دادین صوتی رو پس نمیتونه، چون احتمالاً استیت و وزن. حرف شما درسته. لطفاً ما این مسائل رو حل می‌کنیم. البته شما شاید توی زمینه صوت بهتر از من باشین، ولی اینجا مثلا ما خیلی از این مسائل حالا مثلا این ریتریوال مسئله لنگویج مدلینگ، یعنی ما روی کلی تکست و اینها ترین شده با اینها. همه این مسائل ترانسفورمر هم همون مشکل رو داره، مال ما هم همون مشکل داره. یعنی اون مشکل که من گفتم فقط مال ما نیستش، همه اونایی که هیدن استیت دیپندنسی رو برداشتن و پارالل کردن مشکل وجود داره. ولی چرا میتونن مسئله حل کنن؟ چون به صورت اپراکسیمیشن این رو انجام میدن. به خاطر همینه که همیشه روی تکست انجام داد، به نظر من همیشه روی داده های مربوط به صوت انجام داد. ولی من نیاز داره که مثلا لایه اضافه بکنید، یعنی هر چقدر شما این لایه ها رو تعدادش اضافه تر میکنید این اتفاق این اپراکسیمیشن بهتر اتفاق میفته. نمیدونم حالا درست جواب دادم. نه خواهش میکنم. بله فکر کنم که حالا اگه رفت نشد میتونن دست بگیرن صوتی هم بپرسن سوالشونو. کد زدن اینم خیلی ساده است، یعنی الان علاوه اینکه ما خودمونم کدش رو گذاشتیم چندین نفر کدای پابلیک اینا رو گذاشتن و یعنی مثلا چون شبیه مدرن قبلا اتفاقا خیلی سخت بود که LSTM ایمپلیمنت کردن، الان با این روش خیلی سریع شبیه دیپ لرنینگ های جدید شده که شما یه لایه اضافه میکنید. یعنی علاوه کد زدن و استفاده خیلی راحت. درسته. 2 تا سوال اینجا هست، 3 تا سوال. یکی که گفتن ترانسفورمر بخشی به نام پوزیشنال امبدینگ داره که سعی میکنه اوردر رو در نظر بگیره. فکر کنم منظورشون اینه که خب چرا اگه یه بخشی مثل پوزیشنال امبدینگ دارن شما میگین که نمیتونن یه سری تسکا رو حل کنن؟ به درستی میگین یه سری تسکا رو نمیتونن حل کنن مثل میجریتی کانتینگ؟ نگاه کنید اینجا این رو گفته که دقیقاً تو همه اینها اون ایلوژن اتفاق میفته که استیت ترکینگ انجام ده. این فرق داره که با اینکه استیت ترکینگ به معنای اون واقعیش یه موقع فرق داره با اون چیزی که مثلا بله درست پوزیشن چی بوده. به خصوص وقتی که
این کجاها اتفاق میفته، مثلا جاهاشون عوض میشه. یعنی قبلا مثلا این مهره اینجا بوده، بعد میره یه جای دیگه، بعد یه مهره جدید میاد جای اون. این جاها رو خیلی مشکل به وجود میاد، چون مثلا اون از یه جای به بعدش این نمیتونه ترک بکنه که این المان بوده که قبلا فلان جا بوده. ولی تو اون پوزیشن، وقت پوزیشن امبدینگ، چون هر کدوم اینا جای متفاوتی هستن، اون مشکلی که شما میگی به وجود نمیاد. ولی وقتی که استیت به معنی واقعیش داریم، یعنی مسائلی که مجبور بودن به صورت سیکوئنشال باشن، مثلا وقتی شما دو تا وریبل رو تو کد زدن ریپلیس میکنید، یعنی سواپ میکنید، دیدید که حتما باید به صورت سیکوئنشال اتفاق بیفته. نمیشه یه دو تا وریبل سواپ بکنید توی یه حرکت. تو اینجور جاها به مشکل میخورن، ولی تو جاهایی که اینهرنتلی سیکوئنشال نیستن به مشکل نمیخورن. درسته متوجهم. مثلا مسئله تکست لزوما اینکه منظوری یه ترانسفورمر داشته باشم که یه سیکونس از تکست بهش داده باشم و اینو کلاسیفای بکنه، یه مسئله لزوما سیکونشال نیسته. شما دارید با اون ترانسفورمر به تمام توکن ها نگاه میکنید و این نتیجه رو میگیرید. ولی توی مسائل مثلا مثل شطرنج، شما دارید حرکت ها رو به صورت سیکونشال انجام میدید و ممکنه اینا بره همون جایی که قبلا یکی دیگه بوده و اینجا هست که به مشکل بله درسته. و دو تا سوال دیگه هم هست. این سوال منم بود، اینکه آقای میلاد گفتن آیا پیش بینی میکنین که این مدل جایگزین مدل‌های ترانسفورمر تو اسکیل بزرگتر بشه، مثلا LLM های مبتنی بر این معماری یا حالا احتمالاً معماری‌های شبیه به این؟ من مطمئن نیستم که کاملا ترانسفورمر چیز بشه، ولی در یک سال اخیر خیلی مقاله تو این زمینه داده شده و نشون دادن که مثلا خود مامبا به تنهایی هرچقدر لیاهاش رو زیاد کردن نتونستن به اندازه ترانسفورمر خوب باشه توی مسائل لنگویج مدلی که واقعا دیگه بعد مثلا خیلی براشون مهم بوده که مثلا چت جی پی تی رو شکست بدن. ولی وقتی که مامبا رو، بعضی لایه ها رو مامبا میذاری، از نوع مامبا میذاری، بعضی ها رو از نوع ترانسفورمر میذاری، از هر دوتاشون بهتر شده. به خاطر همین من فکر میکنم توی آینده نزدیک اینجوری خواهد بود که مدل‌های میکسینگه که لزوما دیگه همشون ترانسفورمر نیستن، بلکه بعضی لایه‌ها ممکنه اینجوری باشن، بعضی لایه‌ها از این مدرن استیت اسپیس مدل‌ها باشن. آخه مال ما هم یه جوری استیت اسپیس مدله. خب مثلا میتونه ترکیب این دو تا باشه، یعنی یه سری از نوع اتنشن های ترانسفورمر باشن، یه سری از نوع این لایه هایی که استیت اسپیسی هستن. ولی در طولانی مدت ممکنه کلا آرکیتکچرها تغییر بکنه. من اون طولانی مدت رو نمیدونم. جالب، مثلا یه سری لایه ها وظیفه‌شون نشون دادن که بهتر هم جواب. بله. و یه سال دیگه آقای سینا مرادی گفتن که پس این سوال اینجوری ارتباط داره با قبلی فکر کنم، چرا پس مدل‌های زبانی بزرگ نمی‌بینیم روی معماری‌های بجز ترانسفورمر؟ احتمالاً منظورشون از این مدل‌های حداقل موفقیه که میرن تو فاز تجاری میشن یا نه هستن الان مدل‌های بجز ترانسفورمر؟ اگه بفهمید. من مطمئنم که علاوه پرفورمنس توی مقاله ها تست شده و اگر ترکیبی باشه بهتره. ولی اینکه چرا اون مدل‌های معروفی که ما میشناسیم هنوز اینجوری هم، من فکر می‌کنم ممکن دو تا علت داره. یه دونه اینکه ما ورژن‌های جدید رو دیتیلاشون نمیدونیم، شاید مثلا ترکیبی هم عمل کرده. و دو اینکه ناکن وقتی اونا تمام اینفراستراکچرشون رو با روی اون قبلی‌ها گذاشتن و یه سری تریک‌های استفاده کردن که چجوری مثلا سیکونس لنس بزرگ استفاده شه. مثلا من میخوام به شما بگم، دید که الان میزان توکنی که چه چت جی پی تی چه مدل‌های دیگه استفاده میکنن برای اینپوت، از اول که شروع شد از 4000 فکر میکنم 4800 شروع شد، یا یعنی 4 علاوه توکنی مثلا نمیشد سیکونس لنس زیادی داشته باشه، ولی از یه جایی به بعد مثلا الان شدن دیگه مثلا میلیونی. خب و مطمئنا که یه خود ترانسفورمر که نمیتونه اینو، چون اون کوادراتیک مموری میخواد. مطمئنا دارن یه تریکای استفاده میکنن که این سیکونس لنس‌های بزرگ رو استفاده میکنن، یا اینکه مثلا هی دارن این رو
دوباره میدم به اینپوت، یعنی از یه جای ببخشید مثلا اینو این هی مثلا سگمنت کردن، این روی سگمنتی انجام میشه و دوباره آوتپوتش داده میشه به این سگمنت، دوباره داده آوتپوتش به عنوان اینپوت داده میشه به یه ترانسفورمر دیگه و این کار انجام میده. من فکر می‌کنم اینقدر این اینفراستراکچرشون رو قوی کردن برای این کار که اگر بخوان تغییر بدن هم همه چی رو باید تغییر بدن و اوردی به افیشنسی رسیدن که براشون خوبه و اگه بخوان تغییر بدن شاید بیشتر مثلا علاوه مثلا مالی سودی نداشته باشه. من فکر میکنم این نکته هم که گفتین جالبه، چون مثلا اگر یه مدل دیگه‌ای باشه که واقعا هم به پرفورمنس بهتری برسه، خب باید روی همه این تسکا بتونه مثلا چت جی پی تی رو شکست بده و این زمانی که الان چت جی پی تی شده به اینجا رسیده خب 3 ساله 4 ساله و اون مسیره باید به اندازه پخته بشه که به اینجا برسه. ضمن که دوباره اینا کلوز سورسن و مشخص نیست دقیقاً دارن چی کار میکنن. آره مثلا خود دیپ من متوجه شدم حتی مثلا دیپ سیک و اینها که میان مثلا وایت پیپرشون رو میدن که ما چی کار کردیم، این تمام اون چیزی نیستش که اون کاری که اونا کردن. مثلا توی ترینینگ و ایناشون یه سری دیتیلایی وجود داره که شما مثلا اگه همون کار بکنید به اون اکورسی اونها نمیرسین. خب یعنی یه سری دیتیلایی هم هست که ما خبر نداریم و دو اینکه مثلا اون اینفراستراکچری که انجینیرینگ قضیه هم روش سوار شده، وقتی شما یه چیز رو اون سوار میکنید اگه یه مدل جدیدی بیاد دوباره مثلا ممکنه به مشکل بخوره. یعنی شما یه سری کارایی کردی که اینا افیشنت بشن و بعد اگه مثلا یه مدل جدید بخوای بری ممکنه اون به صرفه نباشه. این هم خیلی نکته جالبی بود. دقیقاً 2-3 هفته پیش خود من یه مقاله همینجا ارائه کردم به نام دیپو که ایده مقاله همین بود که ما هر کاری حالا این دیپو خیلی مقاله شبیه بهش هم بود که ما هر کاری میکنیم نمیتونیم به اون نتایجی برسیم که دیپسیک گفته. و بله درسته اینا. من یه سوالم خودم دوباره داشتم، اونم این بودش که در واقع سوال نبود، یه نکته بود که فکر کنم الان جوابش گرفتم. اونم این بود که من اول که مقالتون رو خوندم فکر می‌کردم خب یه سری کارا که اومدن اتنشن ها رو سبک کردن و حتی از اوی ان کردن، مثل که خب به همه توکن‌ها توجه نکنه، توکن‌های ابتدایی انتهایی، بیگ برد نمونه بارزش بود دیگه. فکر می‌کنم خب اون کارا خیلی شبیه کار شما میشن، ترانسفورمر رو هم سبک کردن و همچنان ترانسفورمره، ولی ذات تسکایی که گفتید که نیاز به استیت داره اونا رو همچنان نمیتونه از پسش بر بیاد. آره کلا حتی ترانسفورمر هم خودش هم نمیتونه اون تسکا رو چیز بکنه. یعنی واقعا مثل اینکه هیدن اگه مسئله اینهرنت سیکوئنشال باشه، مثل اینکه واقعا باید بری به همون ترادیشنال ریکان نیورال نتورک ها، ولی توی واقعیت ممکن ما اونقدر دقت نخوایم و هر چقدر لایه ها رو زیاد بکنیم اون اپراکسیمیشنی که ما میده شاید کافی باشه. بله. و یه سوالی هم خانم ماری پرسیدن یا مری من نمیدونم، گفتن ریاضیات دیتا اسپیس مدل ها رو که در مامباها استفاده شده مطالعه کردم، ازتون راهنمایی خواستن که برای درک عمیق استیت مدل ها چه منبعی رو پیشنهاد میدین؟ من یه چیزی که گفتم آقای اندرو اینگ چیز داره که یه دونه یوتیوب ویدیو داره که توضیح میده مقاله خوندن چجوریه. دقیقاً وقتی شما میخواین عمیق بشین این خیلی اتفاق میفته. برای منم این اتفاق میفته وقتی یه دونه از مقاله ها رو میخونم، اون رو اگه بخوام دیتیلش رو بفهمم یاد نمیگیرم، ولی شما وقتی چند تا مقاله از همون میخونید، چون بعضی با روش مختلف توضیح دادن، کم کم برای آدم جا میفته. یا مثلا یه بلاگ رو دوباره رو همون میخونی، این کم کم برای آدم جا میفته. ولی اون اصل داشته که خیلی برای آدم جا میفته اینه که کداشون رو آدم بخونه و بعد دوباره خودش ایمپلمنت کنه. بله ممنون. حالا من که خودم فعلا سوالی ندارم. از چجوری میتونم اسکرینمو از شیر در بیارم؟ همین گزینه‌ای که زدین که شیر کردین و صفحه مرورگر رو بیارین، همون گزینه رو روش بزنید، دوباره از صفحه خارج میشه.
یعنی صفحه وب رو هم رفت صفحه شما. اگر بچه‌ها باز همچنان سوالی یا نکته‌ای دارن میتونن بگن و مطرح کنن. الان هم دیر وقت تو تهران یا چند الان 20 دقیقه است اینجا. خیلی ممنون که وقت گذاشتین. خواهش میکنم، ممنون از شما، دستتون درد نکنه. فکر کنم موردی انگار نیست. جلسه خیلی خوبی بود، سوالات هم نسبتا بالا بود. دستتون درد نکنه که وقت گذاشتین، زمان گذاشتین و تشریف آوردین جلسه رو. خیلی ممنون ازتون. زنده باشید. شما میفرستم بعد شما میتونید لطف میکنید، خیلی ممنون. من نشانی کانال تلگرام و یوتیوب و توییتر هم اینجا گذاشتم. اگر کسی علاقه من بود که بقیه محتواها و جلسات آینده هم دسترسی داشته باشه میتونه عضو بشه. بازم آقای دکتر دستتون درد نکنه، متشکرم، خیلی لطف کردید. زنده باشید، شب و روز شما هم بخیر. خدا نگهدار همگی.